احتمالاً ویدیوهای بازجویی و فحاشی‌های جنسی به همسر سعید امامی یکی از قدرتمندترین مقامات وزارت اطلاعات در خرداد 1380 رو به یاد دارید. شاید این سوال واسهتون پیش بیاد که بعد از خودکشی مشکوک سعید امامی در اوین سرنوشت همسرش چی شد. در این ویدیو به صورت مختصر میپردازیم به داستان زندگی فهیمه دورینوگورانی. قبل از شروع ممنون میشم از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و زنگوله رو فعال کنید تا از انتشار ویدیوی جدید مطلع بشید. فهیمه دورینوگورانی در زمان شاه یکی از دانشجویان بورسیه ایرانی در آمریکا بود که در دوره دانشجویی ابتدا در کنفدراسیون دانشجویان و بعد در انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در آمریکا فعالیت میکرد. وی همانجا با سعید امامی که دانشجوی هوافضا بود و همچنین جواد ظریف و همسرش آشنا شد. پس از انقلاب و بازگشت به ایران با سعید امامی که در وزارت اطلاعات مشغول به کار شده بود در سال 1359 ازدواج کرد. در حالی که امامی در حال طی کردن مراحل ترقی در وزارت اطلاعات بود، فهیمه در حال به وجود آوردن ارتباط گسترده با طبقه روحانی حاکم بر ایران، به خصوص خانواده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود. همه چیز تا بهمن ماه سال 1377 که سعید امامی به اتهام طراحی و اجرای قتل‌های زنجیره‌ای توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح دستگیر شد، برای این خانواده طبق روال و به خوبی پیش می‌رفت. تا آن موقع امامی توانسته بود به سمت معاون امنیتی وزارت اطلاعات برسد و همسرش با پاسپورت دیپلماتیک مدام به آمریکا سفر می‌کرد. در آخرین روزهای خرداد سال 78 خبر دستگیری امامی رسانه‌ای شد تا اینکه چند روز بعد در 30 خرداد خبر درگذشت سعید امامی در بیمارستان لقمان تهران منتشر شد و روز بعد محمد نیازی از مسئولان وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد که سعید امامی به عنوان مسئول اصلی قتل‌های خودسرانه در زندان اوین و با خوردن داروی نظافت یا همان واجبی خودکشی کرده است و حالا بر اثر مسمومیت فوت شده. او گفت که با توجه به مدارک موجود و اعترافات صریح سعید امامی وی هیچ گونه راه فراری نداشته و اگر با این اتهامات به دادگاه میرفت حکمش اعدام بود. برخلاف این صحبت‌های نیازی، گویا سعید امامی تا 4 روز بعد از انتقال به بیمارستان هم زنده بوده، اما یک دفعه بر اثر ایست قلبی از دنیا می‌رود. خیلی‌ها بر این معتقدند و می‌گویند که حکومت امامی را به قتل رسانده تا از بازگو کردن و افشای اطلاعات قتل‌های زنجیره‌ای خودداری کند. احتمالاً در همان موقعی که سعید امامی از دنیا رفت، فهیمه دوری هم دستگیر شد، چرا که 8 ماه بعد از مرگ مشکوک سعید امامی در بهمن همان سال فیلم فهیمه دوری و 5 متهم دیگر قتل‌های زنجیره‌ای را برای خامنه‌ای، سران 3 قوه نظام و نمایندگان مجلس پنجم شورای اسلامی پخش کردند. در این فیلم متهمین به همکاری با FBI، سازمان سیا و موساد اعتراف می‌کنند. این اظهارها حرفهای علی خامنه‌ای را درباره وابستگی این افراد به عوامل خارجی ثابت می‌کند. اعترافاتی که از مهر تا بهمن 1378 یعنی طی 5 ماه از متهمین از جمله فهیمه دورینوگورانی همسر سعید امامی گرفته شده بود، اما به چه روشی و تحت چه شرایطی؟ در خرداد 1380 فیلمی 3 ساعته از مراحل بازجویی فهیمه دوری و بخش‌های از آن بر روی اینترنت قرار گرفت. این فیلم حکایت از شکنجه شدید این زندانیان برای اخذ اعترافات عجیب در مورد ضدیت با جمهوری اسلامی، ارتباط با سرویس‌های جاسوسی بیگانه و فسادهای جنسی گسترده داشت. بازجویان با تهدید و ضرب و شتم و نسبت دادن اتهامات اخلاقی و جنسی عجیب در صدد اثبات ارتباط عاملان اجرایی قتل‌های زنجیره‌ای با بیگانگان و سفر به اسرائیل بودند. در بخشی از این فیلم همسر سعید امامی به جز اینکه اعتراف کرده بود با سازمان سیا و موساد همکاری داشته، نهایتاً اعتراف می‌کند که با چند نفر از مقامات وزارت اطلاعات روابط نامشروع داشته و وادار می‌شود صحنه‌های مشمئز کننده از روابط جنسی گروهی خود با سعید امامی و همکارانش یا اهانت به قرآن در جریان روابط جنسی خیالی را بازگو کند. تهیه کنندگان این فیلم طی نامه‌ای به رئیس جمهور خاتمی در مرداد 1380 تأکید داشتند که بازجویی از متهمان، به ویژه متهمان زن، دارای صحنه‌های بسیار وحشتناکتر بوده که در فیلم موجود نیست. حسین انصاری راد، نماینده مجلس، میگوید که در مجلس پنجم اعترافاتی از زبان همسر سعید امامی پخش شد
که میگفت همراه همسرش به اسرائیل رفته بود و در آنجا توطئه قتل‌ها را سامان می‌دادند. در این فیلم چند نفر دیگر را هم آوردند که با سیبیل و در شمایل قاچاقچیان درباره این پرونده اعترافاتی کردند که بعدا فهمیدیم این بندگان خدا را مجبور به تراشیدن ریش و اعتراف کردند. سپس در مجلس ششم همسر سعید امامی آمد و گفت تحت شکنجه آن حرف‌های کذایی را زده است و اقرارهای او به هیچ وجه منطبق بر واقعیت نبوده است. این فیلم را در یکی از راهروهای مجلس پخش کردند و خود من 3 بار آن را دیدم. یادم هست که وقتی فیلم به یک جای خاص می رسید مغزم دیگر تحمل نمی کرد و نمی توانستم از شدت ناراحتی ادامه آن را ببینم. پس از انتشار این فیلم، اصلاح طلبان با وجود انتقاد نسبت به عملکرد سعید امامی و نقض حقوق بشر نسبت به شکنجه همسر وی اعتراض کردند و با فشار افکار عمومی پرونده از تیم بازجویی قبلی و جواد آزاده گرفته شد و به تیم جدید منتقل شد. این تیم ضمن آزاد کردن همسر سعید امامی عده‌ای از مقامات وزارت اطلاعات را دستگیر کرد. برخی ها میگویند پخش فیلم بازجویی از همسر سعید امامی توسط رضا ملک، معاون تحقیق و بررسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در دوره علی فلاحیان به صورت مخفیانه منتشر شده است. عبدالله ناصری میگوید همه کسانی که با این خانم آشنایی داشتند گواهی میدادند یکی از با فضیلت‌ترین و پاکترین زن هاست. 2 نمونه‌اش را خودم شهادت میدهم. یکی آقای ظریف و همسرشان قبل و در آمریکا با اینها در رفت آمد بودند. دومین فرد مدیر مدرسه‌ای بود که پسر سعید امامی در آن زمان شاگرد دبیرستان آن مدرسه بود. ایشان به من میگفت خانم سعید امامی و خانم کاظمی، همسر آقای کاظمی که فرزند آنها هم در آن مدرسه بود، از بهترین و اخلاقی ترین خانواده ها بودند. این را تأکید می کنم که اصرار کنم تمام اعترافات خانم سعید امامی با شکنجه آن آقای جیم الف بود و تمام آن مسائل دروغ بود. این برنامه‌ای بود که در وزارت اطلاعات و بیرون از وزارت اطلاعات مدیریت شده بود و آقای سعید امامی هم یکی از این افراد مطرح بود. اما نهایتاً پرونده با قتل او در زندان از مسیر اصلی منحرف شد. در نتیجه این فرضیه مطرح می شود که او به همراه پسرش برای همیشه به آمریکا مهاجرت کرده است، اما واقعیت این است که او در همه این سالها در ایران بوده است. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید دوستان. لطفاً اگر نظری، پیشنهادی، چیزی دارید واسم پایین ویدیو کامنت کنید. تا ویدیوی بعدی، خدایا رو نگهدارت.